25 июн президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо мақсади шиносоӣ бо вазъи зиндагии мардум, рафти корҳои ободониву созандагӣ, ифтитоҳи як қатор иншооти муҳим, суҳбату мулоқот бо сокинони шаҳру ноҳияҳо ва иштирок дар тантанаҳои ҷашни ваҳдати миллӣ ба вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон ташриф оварданд. Боздиди кории сарвари давлат аз ноҳияи Ванҷ оғоз ёфт. меҳмони олиқадрро дар деҳаи Панҷшанбеободи ноҳия сокинон ва аҳли фарҳангу ҳунар гарму самимӣ истиқбол намуданд. бояд гуфт ки ба муносибати 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи Ванҷ 140 иншооти таъиноти гуногун ба нақша гирифта шуда буд. аз ин шумора то имрӯз 90 иншоот мавриди истифода қарор гирифтааст ки дар самти муҳайё намудани ҷойҳои нави корӣ, беҳтар гардидани вазъи кору хизматрасонӣ ва баланд бардоштани сифати зиндагии мардум нақши муҳим мегузоранд. پشوای خلق بختاور رهنما و رهبر و سرور مازی دیداری شما شادیم مرحبا بر ونج پرگوهر مازی دیداری شما شادیم مرحبا بر ونج پرگوهر از حضوری سبزتان امروز در بدخشان پیکی آبادیست در نگاه و چهره ای مردم پرتوی اقبال و آزادی است در نگاه و چهره ای مردم پرتوی اقبال و آزادی است پیشوای خلق بختاور رهنما و رهبر و سرور مازی دیداری شما شادیم مرحبا بر ونج پرگوهر مازی دیداری شما شادیم مرحبا بر ونج پرگوهر ای پیشوا به ونج گلفشان خوش آمدید بر سیر باغ و گلشن و بستان خوش آمدید ای پیشوا به ونج گلفشان خوش آمدید بر سیر باغ و گلشن و بستان خوش آمدید ما با تویم در رهی آینده سازی ها ما با تویم در رهی آینده سازی ها ای وارثی خجسته ای سامان خوش آمدید ای وارثی خجسته ای سامان خوش آمدید ای پیشوا به ونج گلفشان خوش آمدید بر سیر باغ و گلشن و بوستان خوش آمدید ای پیشوا به ونج گلفشان خوش آمدید برای پیشوازگری صمیمیتان یک جهان تشکر. در اینجا من ببینم اکثرا جوانان حضور دارند. اما همین آبادکاری ها برای شما است، برای نوسان آینده دولت این وطن از شماست.
شما باید آبادش سازید. دولت که خود وطن عزیز خود را باید همچون گوهرک چشم احتیاط کنید. همین است ننگ ناموس وطنداری، دولت سازی، دولت بنیاد کردن همین است. 17 کیلومتر راه رفت، از اون سفر تا این سفر مایه وجه خیلی دیگرگون شده است. تنها کارخانه‌های صنعتی 23 ساله و استفاده می‌دهیم که صدها جای کار نوی می‌شود برای مردم ناحیه وجه. این سرچشمه درآمد بودجه ناحیه، این آبادی ناحیه آهسته آهسته می‌شود دولت پاکستان آباد و پیشرفته. می‌شود سطح زندگی ما شما باز هم خوبتر و بهتر. راه را بینید از قلعه خم تا ونج. این قیمتترین راه در دولت تاجیکستان است. من با مبلغ 2.5 میلیارد ساخته ایستادم همین راه را. 2.5 میلیارد. غیر این راهی که به ناحیه شما بنیاد کردیم. این کارخانه‌های 3 ساله نو با تکنولوژی پیشرفته جهانی، نه که سنگ‌های ناحیه ونج سنگ‌های آرایشی میشود، دیگر میشود، هم در داخل هم در خارج کشور و فروش برآورده میشود. ناحیه ونج ناحیه اگروی است، کشاورزی است. آب ببینید، این دایره مصطفی را ببینید، آب مصطفی را ببینید. میلیون‌ها کودکان از بی‌آبی هر سال در دنیا از دنیا میگذرند. شکرانه این وطن بی‌شانسان کنید. میوه شهردار ناحیه ونج. کار کنید، کارکرد کنید، زحمت کشید، آباد کنید، فروشید، درآمد گیرید، سطح زندگیتان را. جوانان خوانید، فرق ندارد، دختر پسر خوانید، علم آموزید، کسب آموزید، هنر آموزید. وقتی انسان سواد دارد، کسب دارد، هنر دارد، حتی در خانه خودش هم بیرون نبرآمده نان و رزق روزیش پیدا میکند، زندگیش پیش میبرد. عصر نو عصر علم و تکنولوژی است. برای خوانید، وقتا خیلی مکتب‌ها را بنیاد کرده ایستادیم. شرایط‌های باز هم خوبتر بهتر، راه‌ها یک قدم راه تا پایتخت مملکت، شهرهای آباد دیگر، مرکز ناحیه دیگر میشد. برای شما دیگر مشکلی نیست. یگان راهبر دولت دنیا بدبختی ملت خود را نمیخواهد. این را دانسته باشید. و خرافات داده نشوید. دولت کی آباد میکند؟ اونی که کسب دارد، هنر دارد، سواد دارد. همینطور نه؟ بله. این راه را کی ساخت؟ متخصصان. این کارخانه را کی بنیاد کرد؟ متخصصان. مخصوصا مادران یک جهان تشکر برای زحمت کشیدگی در این فرزندان را تربیت کنید. و دنیا آوردن این یکی تربیت کردن این وظیفه اساسی پدر و مادر است. تنها آموزگار نیست. در یک شبانه روز تنها در نزد آموزگار نورسان ما، جوانان ما همگی 4-5 ساعت قرار دارند. دیگر در عائله، در نزد پدر و مادر. اصلا دکتران را کتبانوگی را یادی، آماده کردن طعام‌های ملی را دانند، معنای سر و لباس‌های ملی را دانند، عائله داری را آموزانند، روزگارداری را آموزانند. چه از زندگی؟ یعنی با حیات مستقلانه ما باید همه جانبه هم دکتران هم پیستران را آماده سازیم. یک جا تشکر. روزی وحدت ملی مبارک. سلامت باشید. خوشبخت باشید.